این موبایل رو هر 50 سال یه بار باید شارژ کنی. شرکت استارتاپی چینی یه باتری موبایل ساخته که از فناوری جدید استفاده میکنه و به جای لیتیوم توش مواد رادیواکتیو اتمی گذاشتن. بله، قرار چین انرژی اتمی رو تو گوشیامون بذاره. در حال حاضر هم از این باتری ها تو ماهواره ها استفاده میشه. البته جالب، شرکت استارتاپ چینی بتاول گفته که این کار هیچ تأثیری رو قیمت گوشی نداره و ابعاد هر باتری 15 در 15 در 15 میلیمتر مکعبه و تا سال 2025 آماده است. منتها جامعه میترسه اگر کوچکترین اتفاقی برای گوشی بیفته آیا منفجر میشه؟ بتاول گفته برای ایمنی از لایه نیمه رسانای الماس و ایزوتوپ های در حال تجزیه به نیکل استفاده میشه، یعنی هیچ تشعشعی از باتری بیرون نمیاد. خلاصه که این باتری در دمای بین -60 تا -120 درجه رو تحمل میکنه و هیچ خطری